سلام، با بخش 12 آموزش مقدماتی جانگو در خدمت شما هستم. در بخش قبلی کامنت ها رو به مطالبمون اضافه کردیم. در این بخش میخوایم که با استفاده از پکیج تگید به مطالبمون تگ اضافه کنیم. مواردی که در این قسمت یاد میگیریم. در این قسمت با جانگو تگید آشنا میشیم. همچنین یاد میگیریم که چطور از تمپلیت تگ URL استفاده کنیم. برای استفاده از پکیج جانگو تگید از دستور پیپ اینستال جانگو تگید استفاده میکنیم که بتونیم توی محیط مجازی این پکیج رو نصب کنیم. من قبلا این کار رو کردم و پکیج رو نصب کردم. اگه بخوایم چک کنیم که چه پکیج های روی این محیط مجازیمون نصبه، از دستور پیپ فریز استفاده میکنیم. لیست همه پکیج های نصب شده رو به ما نشون میده. میبینید که جانگو تگید ورژن 1.1.0 نصبه. اولین کاری که نیاز انجام بدیم باید در تنظیمات پروژمون settings در قسمت installed app این اپ جدید رو اضافه کنیم، این پکیج جدید رو اضافه کنیم. پس اینجا باید بنویسیم تگید. حالا توی فایل models.py باید تگید رو ایمپورت کنیم. میخوایم که از تگید استفاده کنیم. پس می‌نویسیم from تگید .managers import Taggable Manager. بعد از استاتوس کلاس پستمون یک فیلد به اسم tags اضافه میکنیم. پس tags مساویه با Taggable Manager. بعد از اضافه کردن این فیلد نیاز داریم که make migration انجام بدیم. با استفاده از دستور پایتون manage py make migrations. مایگریشن ما ایجاد میشه. حالا باید مایگریت کنیم که تیبل هایی که لازمه ساخته بشن. ببینید یک سری تیبل ها برای تگید هم ایجاد شدند. حالا ران سرور انجام میدیم. میخوایم ببینیم این تیبل ها چی هستن. وارد پنل ادمین میشیم. الان علاوه بر اپ بلاگمون یه اپ دیگه به اسم تگید اضافه شده و مدلی به اسم تگز اینجا ما میبینیم. اگه وارد تگز بشیم فعلا هیچ تگی اینجا وجود نداره. برمیگردیم به پنل. توی مدل پستمون برای فرست پست میخوایم که تگ اضافه کنیم. به همه پست های ما الان یه فیلد به اسم تگ اضافه شده و اگه بخوایم تگ جدید اضافه کنیم با استفاده از کاما میتونیم این کار رو انجام بدیم. ما اینجا چند تا تگ اضافه میکنیم. تگ موزیک، کاما، جانگو، کاما، پایتون ذخیره میکنیم. حالا یه نگاهی به مدل تگز میکنیم. الان اون سه تا تگی که با کاما اضافه کردیم اینجا نمایش داده میشن. ببینید هر تگ یک نیم و سلاگ داره. به بقیه فیلد ها ما کاری نداریم. حالا برای بقیه پست هامونم تگ اضافه میکنیم. تگ ها رو یه خورده متفاوت میذاریم که وقتی خواستیم بر حسب این تگ ها فیلتر رو انجام بدیم تغییرات حداقل چند تا از پست ها با هم تفاوت داشته باشن.
پس برای همه پست هامون تگ های متفاوتی میذاریم. برمیگردیم به ویژوال کد. در list.html میخوایم که تگ های این مطالب رو نمایش بدیم. میخوایم قبل از تگ بادی همه تگ های هر پست رو کاربر ببینه. یک تگ پی ایجاد میکنیم، یک متن ثابت مینویسیم به اسم tags و بعد از اون میخوایم که همه تگ ها اینجا نمایش داده بشن. پس مینویسیم post.tags.all که اشاره میکنه به همه تگ های این پست. حالا از یک تمپلیت فیلتر استفاده میکنیم به اسم join. با استفاده از این join و این مقدار کاما بین همه تگ ها یک کاما میذاریم. وارد صفحه بلاگ میشیم. الان بعد از هر پست تگ ها اضافه شدن و میتونید تگ ها رو ببینید که با کاما از هم جدا شدن. حالا میخوایم یک قابلیت اضافه کنیم. میخوایم که کاربر اگه اون تگ رو توی ادرس بار وارد کنه، همه مطالبی که اون تگ رو دارن برای ما لیست بشن. برای این کار توی فایل views.py مدل اول از همه باید مدل تگیت رو ایمپورت کنیم. پس می نویسیم from tagit.models ایمپورت کن تگ رو. در متد پست لیست بعد از ریکوست یک پارامتر، یک آرگومان دیگه اضافه می کنیم به اسم tag underscore slug که برابر با نون میذاریم. آبجکت لیست ما همه پست ها رو شامل میشد. میخوایم این آبجکت لیست رو تغییر بدیم. بعد از آبجکت لیست یک if میذاریم، میگیم if tag underscore slug، یعنی اگر تگ slug ما نون نیست بیا چیکار کن. یک متغیر به اسم تگ میذاریم، برابر میکنیم با متد get object or 404 مدل تگ و بر حسب slug حالا اونو میخواد فیلتر کنه. پس slug برابر میشه با tag underscore slug. اگه این tag underscore slug نان نباشه این متد اجرا میشه و برای تگ مقدار قرار میده. حالا میخوایم object list بر حسب این تگی که پیدا شده فیلتر بشه. پس می نویسیم object list dot filter tags underscore underscore کلمه این برابر میکنیم با مقدار تگی که اینجا لود کردیم. اگه یادتون باشه ما توی مدلز یک فیلد به اسم tags اضافه کردیم. این فیلتری که ما اینجا نوشتیم اشاره میکنه به این تگ ها. حالا برای متد رندر باید این تگ ها رو هم ارسال کنیم. پس یه مقدار دیگه اضافه میکنیم، یک دیکشنری. به این دیکشنریمون تگ برابر با مقدار تگ. برای اینکه خطا به ما نده این تگی که اینجا وارد میکنیم باید مقداردهی اولیه شده باشه. پس تگ رو اینجا برابر میکنیم با نون. حالا میریم توی فایل urls.py باید یه پت جدید دیگه اضافه کنیم. پس توی url patterns یک پت جدید اضافه میکنیم. آدرس اینجوریه که بعد از بلاگ کاربر یه کلمه تگ رو بنویسه و بعد از کلمه تگ اسلاگی که مد نظرشه قرار بده. اون اسلاگ اشاره میکنه به اون تگی که قرار جستجو بشه. پس از دستور str
و مقدار تگ سلاگ استفاده میکنیم. حالا نیم این پتمون هم عوض میکنیم، می‌نویسیم post list by tag. بعد از نیممون یک اسلش اضافه میکنیم. اگه تگ جانگو رو اضافه کنیم تعداد این پست های ما متفاوته. همونطوری که اینجا میبینید ما میتونیم الان تگ های متفاوتی رو توی آدرس بارمون بنویسیم. حتی اینجا پیجینیشن هم بدون مشکل داره کار میکنه. ما دستی الان یه تگ دیگه مینویسیم، تگ اسلش میوزیک. دو تا از پست های ما تگ موزیک رو دارن و پیجینیشن ما هم بدون مشکل داره کار میکنه. حالا میخوایم که کاربر بتونه روی این تگ ها کلیک کنه. هر کدوم از این تگ هایی که اینجا داریم کلیک کرد، آدرس این تگ ما به URL ارسال بشه و مطالب بر حسب این تگ ها فیلتر بشن. برای این کار باید توی list.html تغییراتی بدیم. بعد از این کلمه ثابت تگی که نوشتیم مقادیر قبلی رو پاک میکنیم. اینجا از دستور تمپلیت تگ فور استفاده میکنیم. میخوایم یک فوریچ بزنیم بین همه تگ هایی که برای یک پست لود شدن و بر حسب اونها به ازای همه اون تگ ها لینک بسازیم. پس اینجا می‌نویسیم for tag in post.tags.all end for رو می‌نویسیم. الان ما به همه تگ ها دسترسی داریم. حالا می‌خوایم با استفاده از تگ A برای اونها لینک بسازیم. خب تگ A رو می‌نویسیم. تایتل متن تگ A میشه tag .name و hrefش از اسلاگ اون تگ ها استفاده می‌کنیم. برای اینکه بخوایم توی href لینک بسازیم و دسترسی داشته باشیم به این پس از تمپلیت تگ URL استفاده میکنیم. تمپلیت تگ URL احتیاج داره به نام اون پتمون، پس نام پس رو اینجا وارد میکنیم و قبلش از تمپلیت تگ URL استفاده میکنیم. پس از کروشه و درصد استفاده میکنیم. کلمه URL آدرس نام اون پتمون به صورت استرینگ، یعنی داخل تگ کوتیشن میذاریم این مسیر رو، این اسم رو، و برای اینکه آرگومان ها رو به این پت ارسال کنیم بعد از نام اون پت آرگومان ها رو ارسال میکنیم. آرگومان های ما tag.slug هستن. قراره بر حسب اسلاگ اون تگ ما ایجاد بشه. حالا رفرش میکنیم خروجی رو. ببینید تگ ها قابل کلیک هستن. ما میتونیم روی هر کدوم از اونها کلیک کنیم و توی URL تأثیرش رو میبینیم. روی پایتون کلیک میکنیم URL عوض میشه. Next. پیجینیشن هم اوکیه و با موفقیت ما تونستیم بین تگ ها کلیک کنیم، سویچ کنیم. حالا میخوایم که اون کامایی که قبلا بود رو اضافه کنیم. اینجا میتونیم از یک دستور دیگه استفاده کنیم. اینجا یک if میذاریم. مینویسیم if not for loop dot last، یعنی اگه آخرین عضو این آرایه نیست. حالا میخوایم که اگر آخرین عضو آرایه نیست کاما رو نمایش بده و اگر آخرین عضو آرایه است کاما رو نمایش نده. این if رو هم end if میکنیم و مقدار کاما رو اینجا وارد میکنیم. ذخیره میکنیم و خروجی رو میخوایم مشاهده کنیم. ببینید به همه تگ ها کاما اضافه شد ولی به آخرین تگ کامایی اضافه نمیشه. در بخش بعدی با کاستوم تمپلیت تگ ها آشنا خواهیم شد.